الو بله بفرما. محمد اقبال. بله گوش میکنیم. الحمدلله خوبه. باشین امان باشین. آمین. خداوند شما را و همه مؤمنان را هدایت کنه برای راست. شما محمد اقبال برادر همین یک سال زیادتر قریب میشه که همین برآمدها و چه شما را خوب تماشا میکنیم و میبینیم. کدام نوحیه‌ای؟ ای کمیته امنیتی کدام نوحیه گپ سای؟ ای نوحیه بخشم من ای نوحیه بخشم همین قوتی گپ گوش کردن داشته باشی گوش کن. اوکی همین پیوسته مردم همین بجنگ دعوت میکنین بخیزین هشار شین بیدار شین بخیزین مردم توجیک بجنگ. خوب برادر هیچ کس هم بجنگ دعوت نکرده. گوش کن. هیچ کس هم بجنگ دعوت نکرده. بریشت کلام ماندگی اخدا نمیترسی. شو دروغ میگوی. در کابینت شیشتگی و کابینت برگید امنیتی بخش زنگ من زدن که نمی آدما را آوردگیم بازی تو باید گپ زدن. ما پیش اومدن تو وجه معلومات داشتیم. ما کی را دعوت کردم که با جنگ کنن؟ شو دروغ میگوی. اخدا نمیترسی. نمیمونی که مردی نکرد گپ زنگنی. اخدا جا بیان کنه. دروغ نگو. ما کی را گفتم با جنگ؟ اخدا بترس. تو خیره مانده خیال کردی شمانده یک تو گفتی که اخدا نمیترسی تهمت میکنی که من گویا با جنگ مردم دعوت کردم. هیچ کس من با جنگ دعوت نکردم. گپ زد. برای صغیرها بپرستارا کردن تا حاضر مقصد اینترنتو هست که هم نورا تربیه کرده برداشتن پیوسته عیب جویی میکنین و خداوند میگه ولی تجاوز شما عیب جویی نکنه. میگه شما اگر دلتان با مردم تاجیک بسوزه اگر شما بگین که مردم تاجیک خوب نیکی بخواهید بایی شما با حکومت هم یک مراسا و پیزیات که بیه در همینجا بگی تاجیکستان آباد کنید تا که ده همون غریب و غربا با همین سخنا قطعی مردم میرم ما دیده ایستیم که میگه ها ما با شماییم ها ما طرفدار شما ها بعد از این چی با مردم هم تر خیزون نگه با یک بار دیگه مردم سریمه کنید اونجا چیه کارتین که اون چیه بطرش هم بکنید تمام گوش کن. ما هیچ وقت نخواستیم جنگ یکتا دیگه‌مش مراسا با کی کنیم با یک آدم خاینی وطن فروشی پدر لعنتی به ایمانی خود دوزده خیانتکار ما خیلی مراسا کنیم. ما مراسا کردیم هم همونا کشت با خیلی مراسا کنیم کتی میگوی ولا تجسسو درست ای ولا تجسسو کی را ما تجسس نکنیم. رحمان و دستش در درونی ایزاری مردم ای تجسس رحمان فنا میگوی نکنکو تو اوقات کنی تا میفهمه میگه که چند تا سیلندری نبودوز چند تا آلوچه بودوز اوقات بخور تو او را نبار نمیتونی گفته که ولا تجسسو رحمان فهم تو فقط ما را میگوی ولا تجسسو یا این آیت شأن نزولش مخصوص برای محمد اقبال نازل شده برای رحمان فهم نازل شده نیست که ولا تجسس در امنیت آوردن را شنوندنت کو مردک باشه در تکیشو کو ببینیم نامی کدوم پاک کنه که کاپیتان نوشتگی های تو چشما تمام خی گاب ده فکر اگر گاب ده نه پیوسته با همون چنا برا تعریف تعظیم که نه کیف میکنی لذت میبری خنی گوا خدا شما را هدایت کنه برای راست. ایزان نمیکشی من خندم میگیرم. گوش که مردکی اکا مردکی مسلمانی همون در تاوی که الحمدلله کاپیتان نوشتگی های همون در بولا نگاه نکن این سینما نگاه کردی اوجا گفته سنت کی در اوی نکن همون در پشت هوی که کو نامی کدم کاپیتان نامی کدم بالکون نوشتگی های همون در بدر خونه چی کار داری تو این نگو چی کار داری برای من دنیا آوردن تو سنت پستالت هموندن سینما گفته سه والا تجسسو او رود سفید تو والا تجسس میگفتگی ای برادر سنت پستالتونو والقتلونو والتهدیدونو همین کار همه تمام انا تر کلمه کردم میکردی همین کارای توبه خیر توبه خیر همین کار دوام بیاورد دانی پشت هایی که کو بینم نامی کردم پالکو نگاشتگی نگاه نکسینی بولو یا ترا میگاند ایزولا بکشی اخدا نمیترسی پشت در تایی که کو بینم کی مورا میگه من بگو بخزم همین کی بگو خوشا ندارم اینا یتیم و فاین مستفید آورده است دم پیش دکتر فکر داره که من که قطیگه میزنه این منم میبره این تری مسافد این تری ملا بچه‌شا پاچکا واگن بگی بیار انشالله یگان تا یه بازی ما گپ زدن نمیتونه فهمو بولا نگاه که کو چیت میگم
خدا شرم ایزا بکشه بزی امنیتی یک تمام خدا نشان امی خفا شما مستفاده میشن کردگی فکر داری که یک مشور نفهمم که مسلمان باشی بگو در پیش کیست آخی فهمیدی گوش کن آخی سخت ناگل نمیفهم که همون کنترل هستا کنترل همون نمایندگاه کنترل